زکات را زیاد ثروتمندان در ماه رمضان میدهند که برکت دارد، اما زکات وقت معین رمضان ندارد. میدونیم که زکات بعد از اینکه یک سال میگذرد برای هر یک نفری که پولش به 85 گرم طلا برابر شد فرض می شود. در رمضان میبینیم همه در خیر و سخاوت هستند، چه آنهایی که زکات بدهند، چه آنهایی که صدقه های عادی کنند. در غیر رمضان محتاجان زیادی هستند که به یک پاره نان زار هستند. یعنی خیر و سخاوت رو هم مخصوص یک ماه میکنیم. 11 ماه دیگر نفرانی هستند که تین به کسی نمیدین، حتی به خواهر و برادر خود، حتی به پدر و مادر خود. عزیزان، الله در سوره منافقین میگوید و انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق و اکن من الصالحین. شما از آن چیزی که من به شما رزق دادم چی کم و چی زیاد به دیگران انفاق کنید، صدقه کنید. یک روز مرگتان نرسد که وقتی به شما اجل میرسد دعا میکنید که پروردگارا این اجل مرا دیرتر کن، مرا به دنیا برگردان، مرگ مرا به تأخیر انداز تا اینکه من آن چیزی که دارم صدقه کنم و اکم من الصالحین و از جمله صالحان باشم. یعنی یکی از علامت های صالح بودن انسان این است که او نفقه میکند، او از هر چیزی که دارد صدقه میکند. از یک کاسه خوراکش، از یک برده نانش، از یک لباس زیادیش. حتمی است که تو صاحب طلای زیاد باشی و صاحب چند ماشین خانه داشته باشی، هر چی داشته باشی از آن باید مؤمن است صدقه کنی. و پروردگار میگوید وقتی مرگتان میرسد شما دعا میکنید که پروردگار من میخوام اون چیزی که دارم صدقه کنم، مرگ مرا دیر کن. لیکن حاضر شما هنوز مرگتان نآمده صدقه کنید، چون الله میگن ولا یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها. وقتی که اجل شما آمد الله اصلا آن را دیر نمی کند. یعنی وقتی مرگت آمد الکی دیر شد، الکی دعا نکن که من میخواهم دیرتر بمیرم تا که صدقه بکنم. پس عزیزان، همان گونه که در رمضان خیر داشتیم، در رمضان دست محتاجان را گرفتیم، چی با صدقه فطر خیلی گفتم، چی با دیگر کمک ها، در غیر رمضان هم بیایید کم و کم باشد هم صدقه های ما، خیر ما همیشگی باشد.